پیرمردی ثروتمندی فهمید که مرگش نزدیک است. به همین خاطر و پسرش وصیت نامه نوشته به دستش داده گفت: پسرم، بعد از مرگم پیش از کفن پیچانیدن و پایهایم جورابی کهنه بپوشان تا در قبر پایهایم جوراب داشته باشند. اگر شخصی که مرا غسل و کفن میکند راضی نشد و یا مولای محله امان و هر کسی دیگری با این کار اجازت نداد، در آن لحظه باید تو این وصیت نامه را شده برایشان بخوانی و تا آن لحظه تو حق نداری این وصیت نامه را کشایی. پسر از این وصیت پدر در تعجب بود و وصیت پدر را قبول میکند. بعد از چند روز پیرمرد از دنیا گذشت. بعد از غسل کردنی بدن پیرمرد پیش از اونی که به کفن بپیچانند، پسر به شخص غسل کننده گفت: مطابق وصیت پدرم این جوراب های کهنه را به پایهایش بپوشانیم. ولی شخص غسل کننده راضی نشد و گفت: در اساسی احکام دینی جسدی میت را تنها با کفن پیچانیدن لازم است. ما حق نداریم چیزی دیگر به او بپوشانیم. ولی پسر پیرمرد خواهش میکرد که وصیت پدرش را اجرا کند، اما شخص غسل کننده راضی نمیشد و برای حل این مسئله مولای محله و یک چند شخصان معروف جمع آمدند و آیدی این مسئله بحث و مناظره میکردند که همین لحظه به یاد پسر وصیت نامه پدر آمد. وصیت نامه پدر را شده با آوازی بلند خواند: پسرم، دیده ایستاده ای با وجود این همه مال و ثروت و دارایی اجازت ندارم که حتی یک جوراب کهنه را با خود ببرم. یک روز مرگ هم به سراغ تو خواهد آمد. هوشیار باش، به جسد تو هم همین کفن سفید را میپیچونند و اجازت بردنی هیچ چیزی دیگری رو نداری. پس کوشش کن از مال و ثروتی که برایت گذاشتم در راه خیر و نیکی استفاده بر و دستی افتادگان و بیچارگان رو بگیر، زیرا یگانه چیزی که با خود به قبر میبری این عمل نیکت است. خداوند مهربان نگهبانتان باشد. دوستانی عزیز.